روزتون بخیر باشه. امروز میخوایم در مورد یک کلمه نسبتاً غیر رسمی که شاید خیلی هم میدونن صحبت بکنیم، ولی کلمه هنوز کلمه ارزشمندیه، مخصوصاً اگه بخوایم ریشه اون کلمه رو بدونیم یا از ریشه اون کلمه بخوایم چیزی یاد بگیریم. امروز میخوایم در مورد این واژه صحبت بکنیم، واژه‌ای که خیلی هم اتفاقاً کاربرد داره. کلپتومانیا. و میخوایم ببینیم این کلمه کلپتومانیا یعنی چی. من یک توضیح خیلی کوچیکی در موردش بدم قبل از اینکه بخوام مثالها رو به شما نشون بدم. این واژه از دو در واقع تکه درست شده، دو تکه مجزا. یک کلپتو که ریشه در واقع یونانی داره به معنای دزدی و دزدیدن و دزدی، و یکی دیگه مانیا یا مانیا. اگر اسمی رو شنیده باشید در ایران، خب شما میبینید که این ریشه یونانی داره و در واقع به مفهوم و معنی جنونه. پس مانیا یعنی مدنس، یعنی دیوانگی، شیدایی، جنون، شیدایی، جنون. مانیا که تلفظ فارسی شدهش هست مانیا، این یک ریشه کاملا یونانی داره. پس دوباره کلپتومانیا از دو تکه استفاده می. کلپتو که قسمتی واژه یونانی به معنای دزدی و مانیا به عنوان در واقع جنون، شیدایی و دیوانگی. حالا به جمله هایی که من میخوام با شما عزیزان تقسیم بکنم لطفاً نگاه بکنید. Thank you for watching the video. If you found it helpful, please like, subscribe to the channel, and turn on notifications for new videos. I appreciate your support. Thank you very much. کلپتومانیا در واقع یک مفهوم خیلی خاصی داره به عنوان میل و اشتیاق به دزدی یا جنون سرقت. در واقع این مسئله یا این واژه به افرادی که دزد هستند الزاماً دزدی میکنن بر نمیگرده. یعنی نمیتونیم این رو در واقع استفاده بکنیم برای افرادی که الزاماً نمیتونیم استفاده کنیم برای افرادی که مثلا دزدن. بعضی از فقر و نداری دزد میشن، دزدی میکنن. بعضی به خاطر تربیت غلط دزد میشن، دزدی میکنن. این مسئله روانیه. یعنی در واقع یک نوع جنون برای دزدیه، یک نوع جنون برای سرقته. همونجوری که در این معنی میبینید در اینجا یک معنی روانشناسانه داره یا روانشناسی داره. خب این چی میگه؟ A strong impulse to steal, especially when there is no obvious motivation. یعنی وقتی که در واقع انگیزه خیلی خاصی هم نیست، این طرف میره دزدی میکنه. خیلی مهمه. پس ما بدونیم انگیزه الزاماً مالی نیست و طرف میره دزدی میکنه. درست شد؟ یک بار دیگه این رو نگاه بکنید. کلپتومانیا به عنوان اسم استفاده میشه. درست شد؟ خیلی خوب. اینجا رو یک بار دیگه ما نگاه بکنیم. چی میگه؟ An abnormal غیر عادی. An abnormal persistence, impulse or tendency to steal not prompted by need. یعنی توسط نیاز این اتفاق، این انگیزش به وجود نمیاد. کسی نیاز نداره و وقتی طرف کلپتومانیاک میشه، یعنی کسی که جنون سرقت داره، الزاماً از نیاز نمیاد. یعنی باید بگم اصلا از نیاز نمیاد. خب اینجا همون رو داره دوباره برای ما توضیح میده، همون واژه رو دوباره توضیح میده. و خب مثالی که ما اینجا داریم و این مثال رو من برای شما میخونم. خب اینجا خیلی مهمه، مخصوصا قسمت دوم. Eventually someone mentioned the word kleptomania and she got some psychiatric treatment. یعنی چی؟ She got some psychiatric treatment. به چه معناست؟ یعنی تحت درمان روانپزشک قرار گرفت. چرا؟ چون کلپتومانیا یعنی جنون سرقت، از روی نیاز نیست. خب این اسم بود. کسی که این کارو میکنه کیه؟ کسی که این کارو میکنه کلپتومانیاکه. شما نگاه بکنید به این مثال. نگاه کنید، مثال جالبیه. She must be some kind of kleptomaniac. She can't go into a bar without coming out with a stack of glasses. میگه نمیتونه توی بار بره. هیچ موقع نشده بتونه بره توی بار مثلا مشروب بخوره و بر نگرده with a stack of glasses، با یه مشت مثلا فنجون و در واقع لیوان
مثلا آبجو خوری یا گلاسز. یعنی چی؟ یعنی این آدم کلاپتومانیاکی، یعنی جنون سرقت داره. هر موقع میره توی بار دزدی میکنه لیوانا رو که احتمالاً هم ارزش مادی اصلاً براش نداره، ولی از روی یک اشتیاق غیر قابل کنترل میاد. این کلمه اینفورمال، همونجوری که گفتم فرمال نیست، ولی استفادهش در این سو و آن سو شما میبینید میشه، مخصوصا اگه سریال یا شو در واقع Breaking Bad رو دیده باشید. خواهر همسر اون هایزنبرگ کسی بود که از این بیماری رنج میبرد و به دکتر روانشناس هم بایستی مراجعه میکرد، چون این یه نوع بیماریه. کلاپتومانیا نوع بیماریه، کلاپتومانیاک آدم بیماره. از اینکه به من توجه کردید کمال سپاس رو دارم. Thanks for checking out the video. If you don't feel like subscribing or turning on notifications, at least give the video a thumbs up to help reach more people. I appreciate your support. خب امیدوارم که از این واژه هم استفاده کافی رو برده باشید. یک بار دیگه عرض کنم که این واژه اینفورمال یا غیر رسمیه، ولی به خاطر اینکه کاربرد زیادی داره من خواستم در موردش صحبت بکنم. از توجه شما خیلی ممنونم.